IBD یا بیماری التهاب روده میتونه در روده باریک یا روده بزرگ التهاب ایجاد کنه. ترم کولیک اختصاصاً به معنی التهاب در کلون یا همون روده بزرگه. UC یا کولیت اولسراتیو یه تیپ از بیماری‌های التهابی روده است که مسئول ایجاد زخم و درگیری مخاط و زیرمخاط روده بزرگ شامل کلون و رکتومه. این زخم همونطور که قبلا گفتیم تو ناحیه مخاط و زیرمخاط دیواره روده ها ایجاد میشه. بعضی وقتا فلر رخ میده، به این معنی که آسیب جدیدی وارد شده. و بعد از اون یه دوره‌های رمیژن داریم که بافت‌ها شروع به ترمیم میکنن. لازم به ذکره که UC یا همون کولیت اولسرو شایع‌ترین تیپ بین IBD هاست. البته که تیپ‌های خیلی زیادی هم وجود نداره، اما UC فقط باعث ایجاد زخم تو مخاط و زیر مخاط در ناحیه کلون و رکتوم میشه و این وجه افتراق خیلی مهم بین UC و کرونه که همونطور که قبلا گفتیم کرون یک تیپ از بیماری‌های IBDه. یه سری فاکتورهای محیطی هم مثل رژیم غذایی و اضطراب ممکن رو تشکیل زخم‌های روده تاثیر داشته باشن، اما در واقع این فاکتورها ثانوی‌اند، یعنی روی بدتر شدن شرایط نقش دارن اما به تنهایی در ایجاد اون تأثیری ندارن، چون در واقع UC یک بیماری اتوایمیونه. یه سری سایتوتوکسین های تیسل از سیستم ایمنی معمولا تو اپیتلیوم کلون پیدا میشن. پس نتیجه گرفته میشه که التهاب و زخم روده بزرگ به علت آسیب سلولی تیسل ها به دیواره روده هاست که در نهایت باعث ایجاد زخم میشه. هنوز علت اینکه هدف حمله تیسل ها چیه برای ما ناشناخته است، ولی تو بعضی از بیمارا پیانکا تو خونشون وجود داره که یه نوع آنتیبادیه که علیه نوتروفیل های بدن به وجود میاد. بعضی معتقدن که این اتفاقات به خاطر یه سری باکتری های روده است که یک شباهت های آنتیژنی با نوتروفیل ها دارن که بدن به اشتباه سلول های خودش رو مورد هدف قرار میده. در بیماران دیده شده که تعداد زیادی باکتری روده دارن که تولید کننده سولفیدن. سولفید ارتباط با افزایش دوره‌های التهابی داره. البته که این ارتباط‌ها همشون فرضی است. در نهایت میشه گفت علت این بیماری ترکیب عوامل محیطی مثلا باکتریای تولید کننده سولفید همراه با فاکتورهای ژنتیکیه. چون دیده شده تو افرادی که فامیل هیستوری مثبت UC دارن، ریسک ابتلا به UC خیلی بالاست. این بیماری بیشتر تو خانم‌ها و بیشتر هم تو سنین نوجوانی و جوانی دیده میشه. بیشتر هم در نژادهای سفیدپوست و یهودی‌های اروپای شرقی. در UC پترن زخم‌ها محیطی و پیوسته است، یعنی التهاب کل لومن رو درگیر میکنه و از رکتوم شروع میشه و کل روده بزرگ رو به طور پیوسته درگیر میکنه. همینجوری که آسیب بافتی بیشتر میشه، بیمار درد تو ناحیه لفت لور کوادرانت حس میکنه که این درد میتونه به علت آسیب رکتوم باشه. یه علامت دیگه هم که هست، اسهال شدید و متناوبه که گاهن همراه با خون در مدفوعه. همینطور که اپیتلیوم و موکوس از بین میرن، خون ممکنه وارد روده ها بشه و به این علت مدفوع خونی میشه. خب بهم بگیم ببینم یکی از کارهای مهم روده بزرگ چی بود؟ بله، جذب آب. پس با از بین رفتن سلول ها این قابلیت رو از دست میدن و به این علت مدفوع شل و اسهالی میشه. تشخیص UC معمولا به وسیله کولونوسکوپیه که یک لوله بلند با یک دوربین درونه که از مقعد وارد بدن میشه و به این صورت میتونه وارد رکتوم و کولون بشه و زخم‌ها رو ببینه و در صورت مشکوک بودن بیوپسی بگیره. تصویربرداری رادیولوژیک مهمه دیگه میتونه برای تشخیص کمک کننده باشه، شامل CT اسکن، MRI، باریوم انما و ایکس ری برای پیدا کردن نواحی غیر عادی تو روده بزرگ. درمان UC وابسته به شدت علائم. معمولا داروهای ضد التهابی مثل سولفاسالازین، مزالامین کمک کننده است. تو مواقع شدیدتر داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل کورتیکواستروئید، آزاتیوپرین، سیکلوسپورین ها تجویز میشن. اگر بازم بیمار به این درمانها پاسخ نده، داروهای بیولوژیک مثل اینفلکسیماب، مهار کننده TNF، آدالیموماب، گالیموماب اینها استفاده میشن. اگه باز هم تمام این درمان‌ها جواب نداد، بیمار کاندید کولکتومی میشه که همون جراحی برداشت کلون هست. و چون تو این بیماری فقط روده بزرگ درگیر میشه، برداشت کلون باعث بهبودی فرد میشه. حالا ما باید بسنجیم ببینیم که کدوم برامون مهمتره. از بین رفتن علائم بیماری یا از دست دادن کل روده بزرگ. خب بریم سراغ یه جمع‌بندی سریع. UC شایع‌ترین تیپ بیماری‌های التهابی روده است که زخم‌ها لومن یا سطح داخلی روده ها رو درگیر میکنه و همیشه هم رکتوم یا کلون درگیره.
تشخیص به وسیله کولونوسکوپی یا باریوم انماست و درمان اون به وسیله داروهای ضد التهابی، سرکوب کننده ایمنی و کورکتومی در شرایط خیلی شدیده. ممنون از وقتی که گذاشتین. اگه این مطالب براتون مفید بوده ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید و برای ادامه راه به ما انرژی بدید.